سلام دوستای عزیز، من سمیه محمدی هستم. لقبم آوانیکه. آوانیک به معنی صدای خوش، صدای نیکو، که با همین تو اینستا میتونی و یوتیوب میتونی منو دنبال کنی. میخوام اینجا یه سری برنامه آموزشی واسه بچه‌هایی که اهل هنرن و میخوان یاد بگیرن براتون بدم و همچنین خانمایی که کار دکولوره انجام میدن بعد صفرن. به هر حال یه سری چیزا باید بمون. با من بیا، از منظره اینجا اول لذت ببر. خانمای گل بیا بشین اینجا. یه سری از خانمایی که تشریف میارن سالن از دکولوره اینا هیچی نمیدونن. میگن که خانم موام خشک میشه، خانم اینجوری میشه اونجوری میشه. عزیزای دلم، خانمای گل، دکولوره کار اصلا ذاتاً مو رو خشک میکنه. بیا اینجا که من یه توضیح برات. فرض کنیم این یه تار موه. وقتی که شما این مو رو توی دکولوره قرار میدین، دکولوره واکنش شیمیایی انجام میده و میخواد مو رو باز کنه، به روشنی بره. ببینید به هر حال شما یه مقدار آب مو رو از دست میدین. ببینید بالفرض یه دونه این پروتئینا اینجا کم شد، مثلا یه دونه اینجا کم شد. بعد اونی که تخصص نداره اگه بلد نباشه چی کار کنه و چه موقع مو رو دیگه از تو دکولوره برداره، ببینید تار موی اتفاق براش میفته. شما وقتی که ندونی مو رو کی از تو دکولوره در بیاری، مو بعد خوش میشه، میشکنه، قطع میشه. حالا ما میایم چیکار میکنیم با کار کراتین و پروتئین و اینا؟ ما میایم این قسمت هایی که پروتئین خودش از دست داده ما بهش اضافه میکنیم، بهش میدیم اون آبی که از اون مو کم شده. پس خانمای گل، شمایی که میای میگی دکولوره کردم موهام خوش شده، 40% کار با منه، 60% رسیدگیش با شماست.